بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم من با دین ندارم هیچ کار، گفتم من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارد اعتبار. چون که هر دین آوردیم جدید، چون که هر دین آوردیم جدید، اختلافی بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریخت بر روی زمین، خون مردم ریخت بر روی زمین، بارها و بارها با نام دین. نه مسلمانم نه ترسا و نه جهود، نه مسلمانم نه ترسا و نه جهود، سر به حکم عقل میارم فرود. عقل گفت ای شب بیکران، عقل گفت ای شب بیکران، هست در همزیستی با دیگران. دین ولی گوید که خون کافران، دین ولی گوید که خون کافران، گر بریزی اجداد دیگران. دیگر اندیشان گوین آدمن، دیگر اندیشان گوین آدمن، دین چرا گوید که مهدور و دمن، دین چرا گوید که مهدور و دمن. من به این علت ندارم دین کیش، تا نریزم خون نوعان خیش. تا من به این علت ندارم دین کیش، تا نریزم خون نوعان خیش. تو همه فرزند تنها از خرد، تو همه فرزند تنها از خرد، با تمام مردم روی زمین، با تمام مردم روی زمین. دوستی کن دوستی کن بهترین دین است این. عرض سلام و احترام با همه هموطنان عزیزم. این شعر از مولانا محمد جلال الدین بلخی به یادم افتاد تا برای اون کسایی که اسم دین گذاشتن جهاد و اسم دین گذاشتن نمیدانم آدم کشی و با اون کثافت های نلتی خارجی ها تکرار میکنم دین ما دین صلح و آرامش است، دین آدم کشی و برادر کشی نیست. دین ما دین محبت است، دین ما دین نفرت نیست. این چی آمریکایا باشه هر کشوری که به فکر دین ما است که در دین ما اختلاف ایجاد کنه، به این گوشایش باز کنه که دین ما دین مسلمانی است، دین محبت است، دین با اخلاص است. عزیزان دل، بیایید در تیک تاک در اینجا اصلا در صفحات اجتماعی یک دیگر ما را فوش ندیم، ارزش افغانیت خود از بین نبریم. عزیزان دل، وقت ما